درود خدایان بر شما همراهان گرامی، امیدوارم عالی باشید. تو ویدیو قبلی با هم دیدیم که چطور رئا آخرین فرزندش زئوس رو از چنگال کرونوس و بلیدن اون با کمک نقشه گایا و اورانوس نجات داد. حالا زئوس داره رشد میکنه و به یه جوان قدرتمند و باهوش تبدیل شده و آماده است برای گرفتن انتقام خواهران و برادران بلعیده شده است. توی این ویدیو چگونگی شکست کرونوس از زئوس و آغاز عصر طلایی خدایان یونان رو با هم میبینیم. پس با من تا انتها همراه باشید. در تالار بزرگ حاکم عالم کرونوس به شدت خشمگین و بیقراره. حکومت بر سراسر هستی و کنترل سایر خواهر برادراش کاری بس دشوار بوده که کرونوس اونو بیفایده میدید که همین منجر به ناراضی بودن دائمی او و بدخلقیش میشد. از طرفی پس از ماجرای آخرین نوزاد رئا به طور کامل با کرونوس قطع رابطه کرد و به ندرت حتی با او صحبت میکرد. تمام این مشکلات به کرونوس درد شدیدی در شکمش میداد که با وجود امتحان کردن تمام راههایی که به ذهنش میرسید موفق به آرام کردن درد شکمش نشده بود. کرونوس با خود فکر میکرد که تمام نقشه‌هاش به درستی پیش رفته بودند تا بلعیدن آخرین نوزاد که تمام مشکلات رو با خودش به همراه آورده بود. کرونوس در حال قدم زدن در قصر خود و پیچیدن به درد بود که صدای آواز آهسته رئا اونو از افکارش خارج میکنه. کرونوس دوام به سمت همسرش میره و با خودش میگه که قطعا همسر عزیزش که خود یک تایتانس یا همون تایتان زنه وظیفه سنگین حکومت بر تمام هستی رو درک کرده و اونو به خاطر بلعیدن 6 فرزندش میبخشه. رئا به کرونوس که از درد به خودش میپیچه میگه که براش دقیقا همون چیزی رو آورده که حالش رو به طور کامل خوب کنه. او سپس زئوس رو صدا میکنه و به کرونوس میگه این پسر در جامی که به همراهش داره دوای درد تو رو آورده. من اونو اینجا آوردم تا خدمتکار تو باشه و به تو خدمت کنه. پیش از اون که صحبت‌های رئا تموم بشه یا حتی زئوس به نزدیکی کرونوس برسه، ارباب خدایان با یه حرکت جام نوشیدنی رو از دست زئوس قاپیده و سر میکشه. پس از فرو دادن تمام محتویات جام، کرونوس رو به روی رئا کرده و از او تشکر میکنه و میگه در سراسر هستی کسی رو بیشتر از او دوست نداره و حاضر هر چیزی رئا طلب کنه رو در اختیارش بذاره. در اینجا رئا خنده وحشتناکی سر داده و فریاد میزنه تو چطور از دوست داشتن میتونی حرف بزنی زمانی که تک تک فرزندان عزیزم به جز یکی رو بلعیدی؟ با تمام شدن جمله رئا، کرونوس از رئا میپرسه منظورت چیه که همه فرزندانم جز یکی؟ من تمام 6 نوزاد رو بلعیدم. در این حین کرونوس که از شدت درد و تهوع به خود میپیچه صدای جوان و با اعتماد به نفسی فریاد میزنه نه پدر، تو تنها 5 نوزاد را بلعیده ای. با این جمله کرونوس بر زمین افتاده و پس از دردی وحشتناک تکه سنگ بزرگ رو بالا میاره. کرونوس که دوباره آماده تهوع بعدیه میبینه که زئوس جلو اومده و تکه سنگ رو به پدرش نشون میده و سپس اونو همونطور که کرونوس عضو بدن اورانوس را به دورترین اقیانوس پرتاب کرده بود پرت میکنه. به این ترتیب کرونوس تک تک نوزادان که حالا هر کدوم به نوجوانانی بدل شدن رو بالا میاره. کرونوس که پس از این اتفاق از حال میره و در گوشه بی صدا و آرام به خواب عمیقی فرو میره. زئوس جلو اومده و داس مخصوص کرونوس رو بر میداره تا گردن کرونوس رو با اون بزنه. رئا در اینجا به پسرش میگه که هیچ کس قادر به نابود کردن کرونوس نخواهد بود، چرا که مادر زمین از اون محافظت میکنه و بهتر پیش از این که اونو خشمگین کنیم کرونوس را به حال خودش بذاریم، چرا که به زودی به کمک مادر زمین نیاز خواهیم داشت. زئوس با 5 خواهر و برادرش آشنا میشه، ولی این بار همه اونا که گویی دوباره متولد شدن ترتیبی برعکس ترتیب دنیا اومدنشون توسط رئا دارن. بر این اساس زئوس فرزند ارشد و پس از او هرا بزرگترین دختر رئا میشه و به همین ترتیب پوزایدون، دیمیتر، هیدس و هسیا فرزندان بعدی خواهند بود.
این 6 خواهر و برادر در برابر مادرشون رئا با یکدیگر پیمان یاری و همراهی بسته و قسم میخورن که به زودی نظام جدیدی رو بنا کنن. اونا همچنین تصمیم میگیرن که دیگر نام خود را همچون والدینشان تایتان نگذارند. آنها خود را خدایان مینامند. خب سپاس از شما عزیزان به خاطر همراهی و حضور گرمتون. من حمیدرضا هستم و اینجا گرداب عجایب و همونطور که همیشه گفته شده همراهی شما برای گرداب عجایب افتخار بزرگی محسوب میشه. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید که اگه اینطوره شما رو دعوت میکنم که از ویدیوهای دیگه در مورد اساطیر حتما غافل نشید. منتظر ویدیو بعدی با موضوع بزرگترین نبرد در اساطیر یونان باشید.